سلام علیکم. مغزه کتنجه مرامات گوشتینه پوچه جگر دل اینا اکه گوشتی لحم گشت نه همین حوض کشتگی اکه حوض و علیکم السلام. گوشت چه؟ گوشت گو گوساله هم گوساله بود گوش نکمش داد گوساله گو هست گوساله مثلا گو هم هست کی کشتگی داشو یه همین حوض کشتگی ده قاشق دینگی کو قاشق هم زمین گرم اینا اینا گوساله اینا دیده 2 کیلو گوشت گرفت 2 کیلو گوشت گوشت لحم 2 کیلو گوشت لحم فهمیده چابل بزنی ای بابا اکه 28 سال ما اینا گوشت لحم بیو $2 زبای تو ما 2 کیلو گوشت لحم سفت تو چی دادی 3 کیلو گوشت دادم اکه 3 کیلو گوشت لحم چی دادی مادا یا کجا باید بگی استخوان داره تو هینا خیلی گوشت دارم من خیلی گوشت دادم چاپلی با مصرف بود چاپلی ای زو این چه خدمی چیه ولی چه بود در کجا بودی کی تو همین رو موندی در موبایل شما اینجا نگیرید اگه چی باید تو چی خلاص اینا چی من اینا چی اینجا نگیرید اگه این چی من همین چیکار تو موندی همینا من نگیرم ما 28 من خیلی گوش بگیرم ما چیه این سوختم چی با ایده با حوزه 28 روز با سی بفروشن یا این سوخت دیگه باز نده چی خیلی گوش فروش کردی من هیچ کی نپرسی چه اومد اومده با این نو خونه رفتو ای مرده این خوبه ای مرده او نو خواب خستی رفتی کار چی دیست اومدی او وقتی کار ای مرده خیز سهر 2 تا گاو شوخی نیسته گوشتا بو میگیرم بعدی و در کار نمیشه یکان کس خیزه در میه با پگا سودو میکنیم چه سودو میکنی پگو از تو آدمگری شوی وای بازار پتانس که بردم اون دکتر همون بازارم خسته اومده از دستم بالا اومد انا همه خیلی کرده چی خطی او گازن یک اومده خیزه این توبه کتگی نگاه کن این کتگی شما پشتی من پشتی آتی من فهمیده این کتگی شما پشتی آتی من بازار زیلیانی آوردم 2 کنگیر گفته 2 کنگیر گفتم دادم گوشت فروشه یا دادم گفتیم که اگر کاترک گوشتی لحم باشه کاترک دیگه استخوان مون همش کیو داد 1 هفته 2 هفته من خودم یاد دادم دستی تو بالا نمیبیو چی خب کردی فی مرده کم نه فی یک لطه فهمیدی یک مرده که سوست فلوس لطی پالشن خیس اتاقم از اتاق خیس تو چی خیل بچه ای چی گفت همش با چشم خودم دیدم چیه میگی زمده ترا چی گپای نگو ما همه خودم دیدم شنیده خاک زمین کردی بارا تو مردکی تو باید مردکی تو ناموس داری یا نداری پدر جان عصبه خراب نکنید شما وای سخنای زنی من برای من یک ملهم چی؟ ملهم؟ خیره کلینتون فقط جنگ میکرد در جای کار باشد هم جنگ میکنن رو هم میزنن